این صبح زیبا یک دعوت دوباره است. دعوتی برای آرام گرفتن، برای اتصال با خداوند. بیایید با هم روزمون رو با دعا آغاز کنیم. 11 پیام، 11 لحظه عمیق با خداوند. پیام اول: خداوندا، امروز برای محافظت زندگیم تو را صدا میزنم. تو نگهبان راههایی هستی که من نمیبینم. تو مراقب لحظه هایی هستی که حتی خودم حواسم نیست. خانواده‌ام، عزیزانم، ذهنم، بدنم، قلبم، همه را به تو میسپارم. در آغوش نور تو روزم را آغاز می کنم. شکر برای این حضور امنت. خدایا، آرامشم باش. ذهنم خسته است از فکرهایی که مثل موج می آیند و نمی روند. اما تو مثل ساحلی همیشه هستی، ساکت، پایدار و امن. اجازه بده با هر نفس نزدیکتر شوم به آغوشت. همینجا، همین حالا. آرام باش ای جان من. خداوند اینجاست. من نمیدانم فردا چه خواهد شد، اما تو میدانی و همین دانستن تو برایم کافی است. دلم را از ترس آینده پاک کن و ذهنم را از اضطراب رها کن. خداوندا، اجازه بده امروز را زندگی کنم، نه در سایه ترس بلکه در نور اعتماد به تو. سپاس ای پروردگار بی نهایت، برای صبحی دیگر، برای فرصتی دوباره، برای نفسهایی که بی منت جاریند. سپاس برای تمام چیزهایی که دارم، حتی برای چیزهایی که ندارم، چون میدانم همه در حکمت توست. خداوندا، غمهایی دارم که نمیتوانم به زبان بیاورم. دردهایی که خاموش در جانم تنیدند. امروز اینها را به تو میسپارم. همانطور که کودک ترسهایش را به آغوش مادر میسپارد. پروردگارا، سبکم کن، پاکم کن، آرامم کن. من از تو این را میخواهم، نه چیز دیگه. پیام ششم: خدایا، نیرویی به من بده که از درونم بجوشد، نه برای جنگ بلکه برای عشق، برای اثبات بلکه برای آرام بودن. درون مرا با نور خودت قوی کن، طوری که حتی در سکوت آرامشی باشم برای دیگران. برای عزیزانم را به تو میسپارم پروردگارم. نه که چون نمیتوانم مراقبشان باشم، بلکه چون میدانم تو بهتر میتوانی. از دور با دعا در آغوششان میگیرم. ای پروردگار عشق، آنها را در پناه خودت بپوشان. برای بخشش. پروردگارا، بخشیدن آسان نیست، اما خدایا کمکم کن که ببخشم. نه به خاطر دیگران بلکه برای قلبم، برای آزادیم. و اگر خودم را بارها قضاوت کرده ام،
یادم بیانداز که تو مرا بخشیده ای، پس من هم باید خودم را در آغوش بگیرم. برای هدایت. خدایا در پیچ و خم‌های زندگی راهنمایم باش. وقتی نمیدانم کجا بروم، وقتی تصمیم سخت است، وقتی سکوت دنیا سنگین می شود، تو مرا صدا بزن. تو نشانه باش پروردگارم که با تو حتی تاریکیم روشن می شود. برای حکمت. به من حکمت بده یا رب العالمین که بدانم چرا باید تغییر دهم، چرا باید بپذیرم. به من بینایی بده که ببینم تو در دل سختی هام هستی. و ایمان یعنی گام برداشتن حتی وقتی نمیدانم پایان کجاست. برای عشق الهی. خدایا عشق تو را میخواهم، نه عشق سطحی و گذرا، بلکه عشقی عمیق و بی قید و شرط. عشقی که در نگاه من جاری شود، در حضورم دیگران تو را احساس کنند. امروز بگذار عشق تو از من عبور کند پروردگارم. و اگر امروز این پیام ها قلبت را احساس کرد، لحظه‌ای بنشین، چشمهایت را ببند و فقط بگو: خداوندا سپاس گزارم برای این روز، برای این حضور، برای این فرصت زیستن.